من داستانشو میگم تو حدس بزن کیه. باباش تاجر فرش بود و چند سال قبل از به دنیا اومدنش از ایران به آمریکا مهاجرت کردن و در نهایت سال 1977 توی لس آنجلس به دنیا اومد. تو نوجوانی علاقه شدید به موسیقی راک، فرهنگ خیابونی و طرحهای گرافیکی پیدا کرد. اما بعد از تحصیل دانشگاهش توی رشته‌های تاریخ و حقوق تصمیم گرفتش که وارد طراحی لباس بشه و توی کارگاه‌های مختلف لس آنجلس شروع به کار کرد. در نهایت سال 2014 توی زیرزمین یه رستوران تایلندی با $30,000 پس‌اندازی که داشت کارگاه و برند خودش رو راه اندازی کرد. اولین محصول شلوار جینای پاره و زاپدار بود و واقعا خاص بودن به خاطر اینکه واقعا با شاتگان بهشون شلیک کرده بود. بعد از یه مدت که دید بازاریابی دهان به دهان داره جواب میده، تمرکزش رو گذاشت روی لباس‌های لیکس‌تر و سلبریتی‌های بزرگی مثل استیون تایلر، جاستین بیبر، جنیفر لوپز و غیره ازش خرید کردن. در نهایت هم سال 2019 تونست اولین شعبه‌های خودش رو توی بیورلی هیلز، لاس وگاس، لندن و دبی راه بندازه. الان هم درآمد سالانه $300 میلیون و جزو 500 نفر تاثیرگذار توی حوزه فشنه. این بود داستان مایک امیری، صاحب برند امیری. و در آخر امیری فیک کنسل.